بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثی که جلسه شروع کرده بودیم بحث مدل سازی، بحث موجودیت ضعیف بود که یه سری نکات تکمیلی رو در موردش می‌خواستیم بگیم و گفتیم که موجودیت ضعیف وابستگی وجودی دارد به یک موجودیت قوی و اصطلاحاً از خودش میگیم گفتیم از خودش شناسه نداره، بلکه از خودش میتونه صفت ممیزه داشته باشه. من یه را اصلاحش کنم که این میمونه همچنان. چی شد؟ خب و مثالی که زده بودیم گفتیم مثلا افراد تحت تکفل یک کارمند یا اعضای خانواده‌اش که این نامشون به عنوان صفت ممیزش هست و گفتیم صفت ممیزه توی مجموعه نمونه‌های مربوط به یک نمونه قوی یونیک هستن مقادیرشون، ولی در کل اگه نگاه بکنیم مثلا اینجا سولی رو نگاه بکنیم سولیه دیگه یونیک نخواهد بود. ولی حواستون باشه که ما بعضی از مواقع مثلا اگه در مورد عضو خانواده شما یک صفتی رو به عنوان کد ملی واسش در نظر بگیرید و اینو شناسش در نظر بگیرید، دیگه این موجودیت ضعیف نخواهد بود، چون از خودش یک شناسه مشخص داره، نمونه‌هاش بدون وابستگی به کارمند قابل شناسایی هستش بس کد ملیش. ولی اگه اینو نداشته باشیم، بس نام به عنوان صفت ممیزش داشته باشیم، اینجا نه دیگه، چون نام مشخص کننده یک تک نمونه نمیتونه باشه، چون کلا در کل نمونه ها یونیک نیست. تو خیلی از منابع همونطور گفتم ضعیف بودن رو بر اساس داشتن همین شناسه یا کلید در واقع میگن که میشه تشخیصش داد. حتی هم میگم معیار کاملا درستی هم نیست. پس دو تا چیز در نظر بگیر، یکی اینکه واقعا وابستگی وجودی داشته باشد و یکی هم که از خودش شناسه نداشته باشه، یعنی شناسه‌اش بیاد از یک موجودیت دیگه دریافت بکنه. اینجا هم همینه، شناسه این میشه ترکیبی از شناسه کارمند و صفت ممیزه خودش. بعداً تو بحث طراحی خواهید دید که ما جدول مثلا اگه واسه این در نظر میگیریم، کلید جدول میشه کلید اون کارمنده به انضمام صفت ممیزش. ولی اگه کد ملی باشه و کد ملی با ما شناسش در نظر بگیریم، دیگه موجودیت وابسته ای نیستش، واسه خودش ماهیت داره. یعنی من یه سری اطلاعات دارم مربوط به افراد حالا اعضای خانواده ها یا هر چی مولر که میخواد باشه با کد ملیشون، یه سری هم کارمند دارم. بعد میام چیکار میکنم؟ با یه رابطه‌ای توی تیبل مثلا میگم این کارمنده این با این کد ملی، این با این کد ملی و این با این کد ملی میشه فرزنداش مثلا یا اعضای خانواده‌اش. در اون واسه خودش ماهیت مستقل دارن. خب ما به این رابطه‌ای که در واقع ارتباط بین موجودیت ضعیف با قوی رو نشون میده یا اون وابستگیشو داره نشون میده بهش میگیم ارتباط شناسا. یعنی ارتباطی که نشون میده این وابسته است به این و نه موجودیت دیگه. اینش میگیم رابطه شناسا. رابطه‌های شناسا همیشه از سمت موجودیت ضعیف طبیعیه که الزامی باشه، چون وابسته است دیگه. وقتی وابسته باشه هر نمونهش بالاخره وابسته است به یه نمونه‌ای توی سمت موجودیت قوی. پس همه نمونه‌های این توی این رابطه شناسا شرکت دارن، چون اگر یه نمونه پیدا بکنید که وابستگی نداشته باشه، یعنی توی این رابطه نباشه، یعنی وابستگی نداره. اگه وابستگی نداشته باشه دیگه موجودیت ضعیف نمیشه. پس از این سمت همیشه الزامیه. چندی ارتباط چگونه خواهد بود؟ ارتباط چند به چنده؟ چندی ارتباط؟ اگر از این سمت نگاه بکنیم چند به یک یا یک به یک، یا از این سمت از سمت موجودیت قوی شاید یک به چند. درسته؟ چون هر نمونه این گفتیم وابسته است به یه نمونه این سمت. اگه یه نمونهش وابسته به چند تا باشه، وابسته که نه، بگیم که با چند تا در ارتباط باشه، عملاً
واسه خودش نمونه یه ماهیت مستقلی رو داره قاعدتا. خب حالت خاصی ما داریم که در واقع این n میشود 1. این شدنی هم هستش دیگه. حالا توی سه از مثال شما میتونید ببینید. خب از اینا بگذاریم چون توی صحبت‌های قبلیمون خیلی در مورد اینا مثال گفتیم. اینم یه مثال دیگه است. در مورد کارمند مثلا مدرک تحصیلیش میتونه به عنوان یک موجودیت ضعیف تلقی بشه. حتی شما ممکن بود یک معنی میتونستم یک صفت مرکب بگیریم. حالا تو اسلاید بعد اینو داریم که خیلی از صفات چند مقداری مرکب رو میشود به عنوان یک موجودیت ضعیف در نظر گرفت. تو جلسات قبل خودتون پیشنهاد داده بودید توی یه سری از مدل سازیایی که می‌کردیم که گفتیم این نکته رو تو خود بحث موجودیت ضعیف هم داریم. یا اینو میشود به این شکل در نظر گرفت. برای عنوان مدرک تحصیل من عنوان و نام مؤسسه آموزشی رو کلش به عنوان یک صفت ممیزه در نظر گرفتم. توی این دومیه به شکل دیگه همین مدل سازی شده. یه مدرک تحصیلی گرفتیم که این وابستگی وجودی حالا به 2 تا موجودیت داره. پس اینطوری نیست که صرفاً ما وابستگی وجودی به یکی داشته. میتونیم موجودیت‌های ضعیفی داشته باشیم که هر نمونهش وابسته باشد به 2 تا موجودیت از 2 گونه مختلف یا چند تا گونه مختلف. حتی کمتر سعی می‌کنیم ما به این شکل مدل سازی بکنیم. الان بعد شناسش چی میشه؟ یعنی شناسه که در نظر بگیریم ترکیبی از این کلید یا شناسه این و این ستایش با هم دیگه میشود مشخص کننده. یه کارمند دارم علی. کارمند علی یه مدرک کارشناسی داره. علی یه مدرک عنوانش مثلا فرض کنید که کارشناسی داره. از کجا؟ یه مؤسسه مثلا فرض کنید 12 13 که مثلا کد شریفه فرض کنید. علی یه مدرک کارشناسی به این کارشناسیه صفت ممیز است. یونیک نیستش در کل در نظر بگیره. از یه جای دیگه هم داره. فرض کنید که این کارشناسیش مثلا تو زمینه کامپیوتر بوده، این کارشناسیش توی رشته دیگه بوده. فرض کنید که از یه مؤسسه‌ای که 2472 داره. این مثلا دانشگاه تهران مثلا. این به تنهایی، این عنوانه به تنهایی نمیتونه یونیک بکنه. ولی در ترکیب با حالا کارمند، حالا من به جای شماره از اسم استفاده کردم، شماره‌شو بذاریم 1 2 3. اینم 1 2 3. این کارمند اسمش علی. ولی در ترکیب با شماره کارمند و کد مؤسسه این ترکیب کلاً یک ترکیب یونیک خواهد شد. پس اینجا هر مدرک تحصیلی هر نمونهش وابسته هستش به یک نمونه از کارمند و یک نمونه از مؤسسه که هر کدوم از اینا حذف بشن اطلاعات مربوط به این مدرک هم باید حذف بشه چون وابسته است به اون دیگه. اینو حذفش بکنیم. خب کارشناسی از تهران، خب مال کی هست، چی هست، این چه جور مدرکیه، مفهومی نداره، باید حذف بشه کلا. اینجا خب مدرک تحصیلی داشتن میشد این کارو بکنیم. یعنی منظورتون اینه که من بیام مؤسسه رو در نظر بگیرم، این طرفم کارمند رو در نظر بگیرم، بعد اینجا یه سری صفت در نظر بگیرم، مثلا عنوان مدرک، یعنی میشد مدرک دارد از این مؤسسه، عنوانش رو در نظر بگیرم و تاریخ اخذش رو دیگه. میشه یک صفت مرکب در نظر بگیرم که شامل عنوان و تاریخ اخذ بشه. اینجوری هم میشه.
مدرک تحصیلی میتونه مستقیما توی ارتباط هم شرکت بکنه با یک موجودیت قویه دیگه، مثل گروه درسی، مثل اعضای خانواده که دیدیم که خودشون میتونن باز توی ارتباطات عادی هم شرکت بکنن. ببینید گفتم دیگه انواع مختلف مدل سازیه، ممکنه که همشون هم درست باشه و خوب کار بکنن، ممکنه توی یه سری محیط ها بحث نیازمندی ها یه مدلی به واقعیت محیط نزدیکتر باشه، محدودیت های محیط رو تو خودش بهتر مدل کرده باشه و اینکه کدوم یکی واقعا بهتره دقیقاً وابسته است به محیط. چند مقداریه که مرکبه، این یه چند مقداری مرکب. دوتا کشیدم مثلا این بود. سوال دیگه؟ خب این وابستگی به چند تا موجودیت رو به شکل دیگه هم نمایش میدیم که جلوتر میبینیم که حالا توی این مراجع و منابعی که هستن فرق بین این حالات قائل نشدم. حالا من جلوتر بهتون میگم. یه موجودیت رو گفتیم بحث ضعیف بودن نسبیه، از این جهت نسبیه که یک موجودیت ضعیف خودش میتونه قوی به حساب بیاد برای یک موجودیت ضعیف دیگه. مثلا فرض کن عضو خانواده که خودش موجودیت ضعیفه، یک کارمند بود، حالا خودش قوی به حساب میاد برای سابقه بیماری. یعنی هر عضو خانواده یه سری سابقه بیماری داره که خودش وابسته است به اون عضو خانواده. شناسش هم این عنوان اون بیماری است. حالا ممکنه لازم باشه که این عنوان رو بسته به شرایط محیطی، ممکنه که لازم باشه با تاریخ هم ترکیب بکنه، چون ممکنه یه چیزی تکرار بشه. این تکرار رو اگه بخواید نگه دارید بخواید به تاریخ هم ترکیبش بکنید. شناسش درسته چرا دو تا مستقل کشید؟ کدوم؟ این موجب ضعیف بودن دیگه. این ضعیفه، اینم خودش ضعیف کارمند. دو تا خط نمی‌کشید. دور خودشون هم باید چیزی بشه. همینجوری بود دیگه، قبلی‌ها رو نگاه بکنم شکلی بود. این ضعیفه دیگه. همین بود. سوالی هست بچه‌ها؟ الان مثلا واسه بیماری وقتی می‌خواید کلاً یه شناسه در نظر بگیرید، باید بگیم که اون کارمنده عضوش بیماری آره این شناسه خودش رو بخواد بگیر ترکیب صفت ممیزش با شناسه اینه. خود این هم شناسه اصلی میشه ترکیب صفت ممیزش با اون شناسه اون کارمنده. پس شناسه کارمند، صفت ممیزه این، صفت ممیزه این، ترکیب اینا میشه شناسه کلیه این. اینا تو بحث طراحیمون خیلی بیشتر بهش میپردازیم. یه دونه موجود ضعیف میتونه دو تا موجود دیگه ارتباط نسبیت داشته باشه، مثلا اینکه این ارتباط ضعیف داشته باشه. آره همین الان یه نکته گفتم که به غیر از این حالت یه شکل دیگه هم هست که این ارتباط ضعیف بذارید با این، یه ارتباط ضعیف بزنید با این همین مفهومو میده. فقط روابطش روابط دو-دویی شده، ولی آخر کار که بخواید مثلا شناسه هاشو مشخص کنید دقیقاً مشابه این حالت میشه. اول توی کتابم تو کتاب الماسری گفتم، تو کتاب آقای روحانی این دو حالت مختلف رو بهش اشاره میکنند، ولی تعریفی که میکنند اینه که این وابسته هستش، اینجا میگه این وابسته است به این دوتا، تو اون حالت که با دو تا رابطه ضعیف هم میکشه بازم میگه هر نمونه این وابسته است به این دوتا. عملاً من خیلی روی این محور گشتم، فرق قائل نشدند. مثلا یه عضو خانواده که هم مامانش توی شکرش هم باباش به جفتشون مثلا اون یه بحث دیگه است. یعنی شما یه رابطه دارید در سطح نمونه هاست. آره شما تو سطح نمونه ها دارید مثال میزنید، فرق میکنه. این الان ارتباط ضعیف حتما چیز الزامیه دیگه. الزامیه بله، چون که وابسته است دیگه. یعنی نمیتونه یکی رها باشه، رها باشه که یعنی یه موجودیتی هست که تو ارتباط ضعیفی نیست، واسه خودش ماهیت مستقلی داره اون وقت. هیچ وقت نمیتونم رابطه ضعیف یک به ان باشه، همیشه باید یک به ان باشه. اگه ام به ان باشه یعنی چی؟ یعنی گفتم چند دقیقه پیش، یعنی که من یه موجودیتی دارم که با چند تا نمونه از این در ارتباطه. یعنی مثلا پس اگه این ببخشید حذف بشه، یکیش حذف بشه، این حذف نمیشه، بس وابستگی وجودی به این نداشت.
اگه این حذف بشه مستقل اون نمیشه. پس سه تاش هم حذف می‌کردی دونه دونه تصفشون کن این میمونه همچنان. پس سه تاش هم حذف بشه بعد این بمونه. پس مستقل اصولش. یعنی اون شکلی حداقل مثلا به یه دونه بعد حذف بشه نمی‌تونیم دیگه اصلا نشون بدیم درسته. یعنی ما موجودیت ضعیفی که حداقل مثلا به یه دونه کارمند اشاره بکنه، یعنی یه دونه کارمند چیز داشته باشه دیگه، این عضو خانواده‌اش باشه همین چیزی. خب وقتی الزامی میذارم میگه هر یه نمونه این حتما با یکی در ارتباط دیگه، الزامی واسه همین میذارم دیگه. مشکلش چیه؟ این به این هم باشه. اگه ببینید که حداقل یه دونه باشه موقع این حالت الزامیه رو داره دیگه. الزامیه رو داره. من دارم میگم که این حذف بشه اونایی دیگه اصلا باشن. این حذف نمیشه. این یکی باشه اون دو تای دیگه باشه، مثلا با سه تا در ارتباط باشه. این همچنان هست. این یکی باشه بالاخره کدومش وابسته است. هر کدوم از اینا تکی حذف کردید این واسه خودش موند. پس وابستگی عملا نداشته دیگه. من نمیگم کلش رو حالا لزوما هم یک جا حذف بکنن. خب این دو تا ارتباط این دو تا موجب ضعیف باشن بعد دوباره الزامی باشه بعد نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم به کدوم ارتباط نسبی داره دیگه. یه بار دیگه دو تا ضعیف داریم. دو تا ضعیف داریم مثل خب این حالت. بعد خب و اون چپی هم فرض کن الزامیه. اینم الزامیه. آره این نمیتونیم بفهمیم کدوم اینو دارد دیگه. اینو نمیتونیم مثلا یه جوری تعیین کرد که جهتش کدوم داره. ما یکی نگاه کنه این نمونه نگاه کنه نمیتونه بفهمیم که بیماری سابقه به اون ارتباط ضعیف داره یا این به اون داره. دو طرفه نیست دیگه، یه طرف هست. آها فهمیدم حالا چی میگی. میگه چون جفت اینا باکسش چیز هستش. خب این شما باید زنجیره رو اگه به دست بیارید دستتون میاد دیگه حدوداً. این الان موجودیت ضعیفه درسته؟ این که الان وصلش کنید به اون طرف بشه دیگه. موجودیت ضعیف چیه؟ بعد بگه دنبال رابطه شناساش دیگه این شکلی هستن. این یه دونه بیشتر رابطه شناسا که نداره که. پس این قطعاً ضعیف این بوده. مثلا اینجا بکشم. این چیز استنتاجی ساده است. یاد اون چیزا واسه کلا قرمز چی شده؟ یه چیزی شما گفتی. خب این الان خطش زیاد شد. این سابقه درسته؟ این طرف هم این کارمنده چی بود؟ عضو خانواده. این طرف هم چیه؟ کارمند. این الزامی، این هم الزامی. حالا این هم الزامی باشد یا نباشد فرض کنید شما بگید باشه. خب شما این یه زنجیره است دیگه، میخواد تشخیص بده که چی به چی وابسته است. کار سخت نیست، یا از اون ور شروع کن یا از این ور شروع کن. از این طرف این موجودیت ضعیفه، وابسته باید به یه چیزی باشد دیگه. یه دونه ارتباط چیزی که بیشتر نداره اینجا که، پس این حتما وابسته است به این. این یکی رو اگه شک دارید خب اینجا فهمیدید دیگه این وابسته است به این. تمام شد دیگه. نه دیگه دو دیگه مشکل داره. پس چرا اون مثلا بزرگتر داره؟ یعنی کلا اینجوری نمیشد که مثلا این خانواده میتونه الزامی باشه، ما نمیگیم نیستش. ایشون میگفتن اگه اینم الزامی باشه اینم الزامی باشه چطوری میخوام بفهمم؟ گفتم از روی الزامی بودنه ما لزوما نمیفهمیم چی به چی وابسته است. اینجا این وابسته است دیگه. وابسته به چیه؟ یه دونه ارتباط که بیشتر نداره از نوع شناسا که ممکنه قوی داشته باشه، شناسا هم یه دونه است. پس این وابسته است به این. شما از وسطش نرو تشخیص بده که چی به چی وابسته است. یا از این سر یا از این سر شروع کن میفهمی زنجیره وابستگی‌ها چطوریه. ممکنه اگه این سابقه هم به یه دونه موجودیت دیگه وصل بشه. خب ته زنگ گفتن از وسطش نرو. موجودیت نسبی داشته باشه. یعنی اون موجودیت ضعیف نباشه. ضعیف نباشه. خب ضعیف. این که درسته همینه. ولی این پایینی دیگه ضعیف نباشه. این شکلی میگید باشه قوی باشه، یعنی ارتباط هم شناسا نباشه. ارتباطش ولی ضعیف باشه. خب الان قبل این وسط اون وسط یعنی نمیتونی بفهمی کدوم ولی یادش کرده. خب از این ور اگه شروع بکنی چی؟ من میگم از سر زنجیره شروع. بابا اینقدر پیچیده نیست قضیه ها. فقطش هم اگه واقعا ببین اشتباه میکنی و مثل خیلی از چیزهای دیگه که محدودیتایی که نمیتونستیم نمایش بدیم تو سطح ایار چیز کاملی نیستش که. قطعاً
بالات 5 شما بالاخره میتونید یه مثال پیدا بکنید یه چیزی کم بیاره. یه گوشه واسه خود یادداشت بکن. بعد نگرانش نباش. با اینکه بحث اینه یه موقعی که از ابزار استفاده میکنید، ابزار بعد اتوماتیک خیلی چیزا رو تشخیص بده. بله اونجا ممکنه مثلا حالا تو این کیس نه، تو کیس های دیگه شما یه سری شرایطی باشه که ابزار گیر بکنه. معمولا اینجا اینتراکتیو عمل میکنه ابزار. از عامل انسانی کمک میگیره. خب و اما این نکته که گفته بودیم خیلی از مواقع ما میتونیم صفت مرکب چند مقداری رو مخصوصا مرکباشو میتونیم به عنوان موجودیت ضعیف در نظر بگیریم. همین مدرک تحصیلی که صحبتش کرده بودیم که پیشنهاد داده بود، اینو میتونیم صفت مرکب کارمند بگیرن ولی اومدن به عنوان موجودیت ضعیف گرفتن. اینو میشه تبدیل به این کرد ولی برعکس رو توصیه نمی‌کنند. چون وقتی من توی این حالت به عنوان موجودیت ضعیف در نظر میگیرم، اگه بعداً خواستم گسترشش بدم امکان گسترشش راحت‌تر، یعنی میتونم یه موقعی سری روابطی مثلا با مدرک تحصیلی دارم، روابط قوی خیلی راحت میتونم توی این مدل اضافه کنم، ولی توی این نه، مجبورم اینو تبدیلش کنم به اون، بعد بیام ارتباط با مدرک رو برقرار بکنم. حالا به هر حال گفتم دیگه بحث مدل سازی یا طراحی کلا یه مقدار سلیقه‌ایه دیگه. این چه نکته مثبتی داره؟ نکته منفی نداره ولی مثبت آنچنانی نداره. نکته منفی نداره. یه واسه طرف این نفر اومده به عنوان یک صفت مرکب چند مقداری واسش در نظر گرفته. چه مشکلی داره؟ اون چیز دیگه دستمون رو واسه نه فرق نمی‌کنه. این یه مقدار معمولا خود ما میایم وقتی مدل سازی بکنیم این شکلی در نظر میگیریم، چون واقعا صفت یک کارمند هستش، از لحاظ ماهیت چیز دارم میگم محیطش در نظر میگیرم، این به ماهیت محیطش نزدیکتر به نظر میاد. مثلا اول آدم این به ذهنش میاد تا این، ولی فرقی نداره. میگم کاملا یه بخشش سلیقه‌ایه. این فقط میگم حالا یه اصلی داره که امکان گسترش پذیری تا آینده داره. واسه همین هم میگن که اگه این شکلی بود تبدیلش نکنید این شکلی، ولی این طرفیه رو میتونید تبدیلش کنید. توصیه است، بازم توصیه است، اجبار و الزام نیست. خب و اما این مسئله دیگه اینه که خیلی از یه سری پدیده‌های تکرار شونده در زمان اونها رو میشه به موجودیت ضعیف مدل کرد. این فقط یه حالت راهنما داره برای شما، یعنی ما موجودیت ضعیف هم یه تعریف بکنیم دیگه بعد خودتون دستتون اومده باشه. مثلا فرض کنید که چیزایی مثل سابقه مثلا در مورد کارمند، سابقه تشویق‌ها، سابقه ماموریتش، حکمای کارگزینیش سالی ممکنه یکی یا دو تا یا سه تا بستگی به شرایطش حکم کارگزینی جدید ممکنه براش در واقع زده بشه. اینا میشه به عنوان موجودیت ضعیف در نظر گرفت، یا میشد صفت مرکب چند مقداری در نظر گرفت، جفتش میشد. خب تکرار شونده اینجا منظورش چیه؟ تکرار شونده در طی زمان، یعنی که مثلا فرض کنید حکم توی تاریخی یک بر شما میخوره، سال بعد دوباره یک حکم جدید میخوره، مثلا افزایش حقوقی روش ثبت میشه، سال بعد یکی دیگه میخوره. یا سابقه تشویق، تو مواقع زمانی طرف تشویقی گرفته. این صفت معذر واسش خدشین بزنیم دیگه، یعنی این یه اجباریه؟ صفت چی؟ صفت معذر تاریخ مثلا ازش خدشین گذاشتیم دیگه. آره دیگه صفت ممیزه خدشین میذاره. بعد این استاندارده دیگه. آره. بعد این هم چون تاریخ زیاد داریم بهتر نیست این موجودیت بگیریم خوبه؟ موجودیتی میشه که فقط یه چیز داره، نه یه صفت داره. شما میتونی مثلا حالا روز و ماه و سالش هم جدا بکنی، ولی اونقدر چیز نیست دیگه. ببین شما اگه خیلی این چیزها رو هی بیاید جدا بکنید، موجودیت بکنید، این خیلی پیچیده میشه. کلی هی رو همشون باید رابطه وصل کنید به اون تاریخ، چیز جالب نمیشه. و بعدش هم عملاً یه صفت یه موجودیت میشه با یه صفت که اینجا شما باید دوباره یه ارتباط با این داشته باشه، بعد تو اون ارتباط کلیدی بعد بیاد اونجا یه جهت چیزش کردیم، شروعش کردیم. سوالی هست؟ این گفتم یه جنبه راهنما داره که فقط بدونید که حالات مختلفی که مثلا یه حالت یه صفت چند مقداری مرکب که میتونید به شکل موجودیت ضعیف نمایش بدید، این یه حالت دیگه است که پدیده‌های تکرار شونده در زمان میتونه به موجودیت ضعیف بدید. یه حالت راهنمایی داره برای شناسایی موجودیت‌های ضعیف. خب
بریم جلو. و اما این نکته که قبلا هم در واقع شما خودتون اشاره کرده بودید، زمانی که من می‌خواستم انتخاب یک درس توسط یک دانشجو حالا با یک استادی رو مدل سازی بکنم، بعضیتون گفته بودیم که خب بیام خود این انتخاب رو به عنوان یک موجودیت در نظر بگیریم. خب این نکته که قبلا بهش رسیده بودیم. از یه طرف دیگه مسئله که اینجا گفته شده اینه که ما یه سری از ابزارهایی که برای مدل سازی ER هستن، شما از این ابزار استفاده کنید، شما رو محدود میکنه به روابط دوتایی. یعنی شما نمیتونید ارتباط سه‌گانه رو توش داشته باشید. یکی از تکنیکایی که میتونید تبدیل کنید روابط سه‌گانه به سری از روابط دوگانه بدون اینکه دچار اون دام پیوندی بشید، دام پیوندی حلقه‌ای بخواد بشه، بدون اینکه دچار اون بشید، این مدل هست. من یک مدل ضعیف انتخاب در نظر میگیرم که حالا میتونه صورت ممیزی داشته باشه نداشته باشه، که وابسته هستش به این ستا. این همونطور که چند دقیقه پیش گفتم، با اون حالتی که یک ارتباط چنگانی داشتیم با چند تا موجودیت، عملاً فرقی نخواهد داشت. هر نمونه انتخاب وابسته است یه نمونه درس، یه نمونه دانشجو و یک نمونه استاد. درست شد؟ پس اگر یه درسی حذف بشه، تمام انتخابای وابستمون همش باید حذف بشه. ضمناً اینجا جزء مواردیه که از 3 تا ارتباط دوتایی می شود یک ارتباط ستایی رو نتیجه گرفت. عملاً اینجا هر انتخاب شناسش میشه چی؟ چون وابسته است به هر ستای اینا، درس، دانشجو و استاد. ناملموس نیست انتخاب موجودیت دیگه. بله. ناملموس نیستش انتخاب موجودیت دیگه. نه، مشکلش چیه؟ موجودیت که حتما نباید یک ماهیت مثلا فیزیکی داشته باشه. درس هم مثلا یک ماهیت فیزیکی نداره که میتونه یه چیزای انتزاعی باشه کاملا. نه مشکل نداره. یک فعل موجودیت کردیم. نه انتخاب اسمه. انتخاب کردن مصدر جزو گناهی اسم به حساب میاد. فارسیمون یادم رفته ولی اسم به حساب میاد. نه مشکلی نداره. ما انتخابات انتخاب میکنه، انتخاب داره، اسم ماهیت داره خودش. خب از اینم بگذاریم. نکته سوالی هست، نکته‌ای هست؟ چرا این شکلی اومده؟ نه عملا نه، چون اصلا میدونید این خود این موجودیته شناسش ترکیب این ستاست، دانشجو درس استاده. خب حالا فرض کنید این دانشجو درس استاده، مثلا فرض کنید انتخاب این باشه استاد 12 دانشجو 9201 درس مثلا فرض کنید که 4384. این انتخاب رابطش با استاد چی میشه؟ با استاد 12 ارتباط داره. همین انتخاب با درس دانشجو با درس چی ارتباط داره؟ 4384. همین انتخاب با دانشجوی 9201 ارتباط داره. حالا از این سه تا اگه من نتیجه بگیرم که استاد 12 درس 384 92 اگه نتیجه بگیرم که 9201 دانشجو 9201 با استاد 12 درس 4384 گرفته، آیا نتیجه غلطیه؟ نه. از سه تا ارتباط دوتایی من همچین نتیجه گرفتم. یک ارتباط ستایی رو نتیجه گرفتم که درستم هست. چون اصلا این کلا وابسته هستش به این سه تا عنصر. ماهیت مستقلی واسه خودش نداره که بخواد با بقیه هم یه ارتباطاتی داشته باشه من بتونم یه نتایج دیگه هم بگیرم. نه. هیچ ارتباط دیگه این با بقیه استادا و درس‌ها و دانشجوها نداره.
سوالی هست؟ خب و این نکته که قبلا گفته بودیم که یک موجودیت ضعیف که وابسته است به یک موجودیت قوی خودش میتونه مستقلا این ارتباطاتی با موجودیت‌های قوی داشته باشه. مثلا گروه درسی که وابسته بود به درس میتونست با استاد رابطه داشته باشه، توسط یک استاد ارائه بشه، توسط یک دانشجو انتخاب بشه و الی آخر. این نکته که قبلا هم گفته بودیم. اینجوریه. خب سوالی هست؟ خب تا اینجای کار چیا رو یاد گرفتیم؟ نوع موجودیت رو یاد گرفتیم، نوع ارتباط رو یاد گرفتیم، صفات مربوط به نوع موجودیت و نوع ارتباطات رو یاد گرفتیم، موجودیت ضعیف رو مفهومش رو یاد گرفتیم. توی ایار پایه یا ایار مبنایی همین امکاناتی که تا الان صحبت کردیم رو داریم. بحث چندی و الزام و غیره، انواع صفات و اینا رو همش یاد گرفتیم. این شد ایار مبنایی. که حالا توی ادامه بحثمون میگیم که حالا یه سری کمبودای اینجا هست که با یه اکستنشنی روی ایار سعی کردن یه بخش از ایرادات رو برطرف کنن. تا اینجای کار با این صحبتایی که کردیم در مورد مدل سازی، در مورد مثال‌های مختلفی که صحبت کردیم و اینها، یه سری نکاتی بود که لابلا صحبت کردیم. چند تا از این نکات رو فقط توی این اسلاید لیست کردیم که قبلا در مورد همه‌شون صحبت کردیم. مسئله این هستش که ما کجا یه چیزی به عنوان نوع موجودیت بگیریم، کجا به عنوان صفت بگیریم، کجا به عنوان رابطه بگیریم. توی مثال‌های مختلف تقریبا دستتون اومده. این که نیازمندی چی باشه میتونه به ما کمک بکنه که تصمیم درست‌تر رو بگیریم. خب خیلی از مواقع دستتون باز چند تا انتخاب مختلف بکنیم، می‌بینید که اگه به این شکل مدل سازی بکنید به واقعیات محیط نزدیک‌تره، محدودیت‌های محیط رو بهتر در نظر گرفته. لازم نیست من این محدودیت‌ها رو به یه شکل دیگه‌ای بعداً دستی مثلا اعمال بکنم. تو خود مدل لحاظ شده عملاً که مثالاش قبلا دیدیم. و اما این چند تا نکته که کمک میکنه که مدل سازی مناسب‌تری داشته باشه. یکی این که یه موقع چیزی به عنوان صفت به حساب میاد. خب ولی اگر این صفت خودش ارجاعی داشته باشه به یک موجودیت دیگه، ولی اون تبدیلش کنیم به نوع ارتباط. یعنی چی؟ من فکر میکنم که یه مثالی همینجا این طرف صفحه هم زده بودیم. این تخته که همچین شکلی داشت. یادم آمد چی بود، مثال خوبی نیست. در مورد همون دانشجو درس استاد بود که شما گفتین مثلا درسه، خب یه استادی ارائهش میکنه به عنوان صفت بگیریم. گفتیم خب یه موجودیت استادی هم من اینجا دارم دیگه. این موجودیت استاد مثلا استاد راهنمای یک دانشجو هست، مثلا دانشجو ارشد دکترا. خب این درسی که من اینجا گرفتم، اینجا گفتیم که استاد ارائه دهنده‌شو به عنوان یک صفت در نظر بگیریم. عملا این صفته، این استاده، همین استادی که به عنوان نوموجودیت گرفتم، پس بهتره که اینو حذفش بکنم، اینو تبدیلش کنم به یک ارتباط با استاد که این درس توسط یک استادی داره ارائه میشه. پس اینجا یک صفتی رو به عنوان صفت گرفتم، بعد این صفت خودش ارجاع داره به یک نوموجودیت که من تو مدلم در نظرش گرفتم. اینو حذفش میکنم، تبدیلش میکنم به رابطه. یه موقع هستش که ما می‌بینیم که چند تا صفت با هم دیگه یه جای مختلف داره تکرار میشه و میتونه ماهیت مستقل برای خودش داشته باشه. توی این صحبتی که می‌کردید مثلا چند نمونهشو الان مثلا تاریخ شما داشتید میگفتید. تاریخ خیلی چیز خوبی نبود چون فقط یه دونه تک بود. یه چیز دیگه هم بود جلسات قبل پیشنهاد می‌کردید. دقیقاً. مثلا میتونم مثلا من یه نیم سال تحصیلی رو به عنوان یک موجودیت مستقل در نظر بگیرم، کما که مثلا تو کتاب الماسری تو مثالاش این شکلیه، اون به عنوان موجودیت مستقل در نظر گرفته، بعد اینو بس میکنه به المان‌های دیگه که وجود داره. این هم میشه. یه موقع شما توی مثالمون داشتیم قبلا روی اینم بحث کردیم، یه موقع یه نوع موجودیت میگه یه تک صفت بیشتر نداره، با یه موجودیت هم بیشتر در ارتباط نیست. مثلا مثالش قبلا اینو زده بودیم، اینجا مثال زدنش سخت میشه.
یه موجودیتی میخوام که کمک کنید بچه‌ها مثال بزنم. میخوام با یک موجودیتی در ارتباط باشه، این موجودیت هم یه تک صفت بیشتر نداشته باشه. مثل همین تاریخی که مثلا انتشارات بود که مثال میزدیم. مثلا اگه من بخوام که مثلا فرض کنید کتاب باشه، کتاب اینم مؤسسه انتشاراتی، مؤسسه باشه و اینم عنوان اون مؤسسه باشه. یک کتاب توسط یک مؤسسه‌ای به عنوان منتشر بشه، هم کلیدش باشه. این مؤسسه با هیچ چیزی دیگه در ارتباط نیست، یه صفت هم بیشتر نداره. خب به جای این بیا حذفش کن، کلا یه دونه عنوان ناشر مثلا بذار، مؤسسه ناشر بوده، این یه عنوان ناشر بذار، تمام بشه داره. این نکته هم اینو میگه. نکته آخرم که بحث موجودیت ضعیف دیگه، که اگه یه مجموعه صفاتی داشته باشید که از خودش ماهیت مستقلی نداشته باشه و وابستگی داشته باشه، این عنوان موجودیت ضعیف در نظر میگیریم که این حالا گونه‌های مختلفش رو تو اسلاید قبلی صحبت کردیم دیگه. خب پس اینا نکات تکمیلی در مورد این که شما چطوری حالا بیاد مدل سازی انجام بدید با استفاده از ایار مبنایی. مورد دوم چیش شده؟ مورد دوم مثلا این که ما نیم سال تحصیلی رو به عنوان یک موجودیت در نظر بگیریم، به جای اینکه هی به عنوان سال و ترم بیایم تو ارتباطات مختلف و تو موجودیت مختلف اضافه بکنیم که تو مثالهای قبل زیاد داشتیم. مثلا مدعو شده توی سال و ترمی استادی، درس ارائه شده توی سال و ترمی، این سال و ترمی داشت تکرار میشد دیگه، اون تو به عنوان موجودیت مستقل در نظر بگیریم. خب سوالی هست؟ خب اما ما میخوایم بریم سراغ ایار گسترش یافته. ببینید همه این زبانهای مدل سازی همونطور که قبلا گفتم بالاخره یک قدرت بیان محدودی رو دارند. شما یه سری امکاناتی بعضا یه سری چیزایی میخواید توش مدل بکنید، بیان بکنید که میبینید بعضا امکانش رو نداره. یا باید برید سراغ بالاخره، یا که نه، اگر بخواید که یا باید به همین اقتناع بکنید یا برید سراغ بالاخره یه سری زبانهای مدل سازی غنی‌تر با قدرت بیان بالاتر. ایار گسترش یافته یا اکستندد ایار در واقع خب سعی کردن که ایار رو یه مقدار گسترشش بدن، یه سری مفاهیم رو بهش اضافه بکنند که یه خود قدرت بیانش بره بالا و اون کم داشتاش جبران بشه. مهمترین مفاهیمی که توی ایار اضافه شده مفاهیم شی‌گرایی هست که میخوام در موردش صحبت میکنیم. رابطه ایز ا در واقع از مفاهیم شی‌گرایی این گرفته شده، مثل رابطه وراستی هستش که توی بحث‌های شی‌گرایی دارید. ایز پارتاو بحث تجزیه و ترکیب اجزا هستش و یه بحث اگریگیشن تکنیک تجمیع هم داریم که باز اینم اخیراً اضافه شده. این زمان ما این موضوع زمان ما فقط همین دوتا بودن، بعد یه سری چیزای دیگه بعداً اضافه شد که بحث ارتباط با ارتباط تقریباً کاربردهای خاص خودش رو داره، خواهیم دید حالا مثالش رو. میخوام تو این تیکه از درس این امکانات اضافه تر که تو اکستندد ایار اومده رو معرفی بکنم. بریم سراغ اولیش که ارتباط ایز ا هست. ایز ا بسیار پرکاربرده، تو بحث مدل سازی خیلی استفاده میشه ازش. ایز ا ارتباط بین یک نوع موجودیت عام رو با موجودیت خاص خودش که اسمش میگه این زبرنوع یا سوپر تایپ، موجودیت خاصش میگیم زیرنوع یا ساب تایپ. این ارتباط رو میخواد رابطه ایز ا مشخص بکنه. این ارتباط بر اساس یک ضابطه مشخص. ضابطه مشخص یعنی چی؟ مثلا شما فرض کنید که دارید
کارمند رو مدل میکنید. این واسه شما براتون اینکه کارمند زن باشه یا کارمند مرد فرق میکنه برای شما و ممکنه که یه سری صفات اضافه تر بسته به اینکه مرد باشه یا زن باشه بخواید در نظر بگیرید. خود این کارمند این یه سری صفاتی رو داره، مثلا شماره کارمندی داره، نام داره و الی آخر. پس این براتون مهمه که این کارمنده حالا زن هست یا مرد، بسته به اون یه سری صفات اضافه تر داشته. کارمند مؤنث، کارمند مذکر. این یک سوپر تایپ یا زبرنوعه. اینا میشود ساب تایپ ها یا زیر نوعاش، گونه های از این به حساب میاد. اینا برای خودشون میتونن حالا یک سری صفات دیگه هم داشته باشن. و این ضابطه که باعث شده که من این دوتا رو از هم دیگه جدا بکنم جنسیت هست. من بر اساس جنسیت به عنوان ضابطه مشخص کننده اومدم این از هم دیگه، این دوتا رو از هم دیگه تفکیک کرد. میتونیم کارمند نگیریم هستش؟ میتونیم کارمند رو نگیریم، اونم میشه. اونم میشه، ولی اگه کارمند نگیرید باید چی کار بکنید؟ همه صفات اینا هم برای این باید بذارید، هم برای این باید تکرارش بکنید. من گفتم اگر که شما بسته به اینکه مرد یا زن باشه بخواید یک سری صفات اضافه تر داشته باشید، خوبه که این شکلی مدل بکنید. حالا صفات اینجوری که این ممکنه با 10 تا چیز هم در ارتباط باشه، اونا چی کار بکنیم؟ وقتی اینا حذفش میکنیم همه‌شو باید واسه این دوتا هم تکرار بکنم، همه روابط. وقتی از مفهوم ارث‌وری میتونم استفاده کنم، چه این کار نکنم؟ اینا یه سری صفات و ارتباطات مشترک دارن. همه صفات و ارتباطات مشترکش میبرم تو یک موجودیت انتزاعی تر به اسم کارمند. بعد اینا فقط صفات و ارتباطات خاص خودشون رو برای خودشون نگه میدارم. یه مدل سازی بهتر و مناسب تری هست دیگه. تو بحث طراحی هم بعدا میبینید که این بحث اینکه ایزه باشه میتونیم کمک بگیریم و بهینه تر میتونیم طراحی بکنیم اصولا. خب ببینید الان دو تا رویکرد میتونیم داشته باشیم. یه موقع است که من میام بر اساس یعنی یه موجودیت کارمند میگذارم، بعد میام حالا زیرگونه هاشو مشخص میکنم. مثلا باز یه مثال دیگه بزنم. من میام برای همین سیستم آموزش فرض میکنید من دانشجو در نظر گرفتم. بعد میگم که خب دانشجو خودش انواع مختلفی میبینم داره. میگم خب پس دانشجو رو میشکنمش به یه سری زیرگونه هایی. مثلا شکستن خیلی بسیار. یه سری زیرگونه هایی ازش استخراج میکنم. دانشجوی کارشناسی، ارشد و چی؟ دکترا. دوباره دکترا رو میگم، دکترا باز انواع مختلفی داره. میتونه دانشجو دکترای درس محور باشه یا میتونه تحقیق محور باشه. پس اینو ممکنه دوباره بهش کنمش درس محور، مثلا تحقیق محور. حالا این علامت اینطوری میذارم به معنای رابطه ایزه. الان از بالا هی اومدم زیرنوها رو تشخیص دادم، دوباره از روی این سری زیرنوهای دیگه از زبرنو اومدم این سری زیرنوها رو چیکار کردم؟ بازشناسی کردم. اصطلاحاً به این میگیم تکنیک اسپشیالیزیشن. تو بحث‌های شیع‌گرایی اسپشیالایز دارم خاص میکنم، هی یعنی از روی عام دارم مثل موجودات خاصی دارم استخراج میکنم. یه موقع ممکنه که من برعکس این عمل بکنم.
یعنی اومدن یه سری دانشجو دکترا گرفتن، دانشجو ارشد، دانشجو کارشناسی، بعد همین چیزی دیدم که یه سری اینا صفات مشترک دارن، ارتباطات مشترک دارن. خب بهتره که یه دونه موجودیت عام‌تر در نظر بگیرم به اسم دانشجو. اینا از این جهت حرکت میکنن. این اصطلاح تاپ دان باتم اپ هم باز به کار میبرن دیگه. این تاپ دان، این اپروچ باتم اپه. اینجا بهش میگیم تکنیکش تکنیک تعمیم یا جنرالیزیشن. میشود جنرالیزیشن. این همش مفاهیمی هست که شما تو بحث شیع‌گرایی به گوشتون خورده. حالا درس طراحی شیع‌گران ببینید که اونجا بیشتر به این موضوعات پرداخته میشه. بله؟ میذاریم دیگه مثلا دانش. نه این علامته به این شکل که میذاریم معلومه دیگه که این ایز این. چون که ایار نداریم. تو ایار که ایار مبنایی که نداشتیم، تو ایار گسترش یافته است این امکانش دیگه. الان در مورد شکل نمایشش هم اینجا داریم. از این علامت. نگاه بگیم نمونه های این زیر مجموعه هستش از نمونه های این علامت. خب مثلا مختلفش موجود زنده، انسان، حیوان، نبات، انواع کارمندا که صحبت کردیم و آخر این هم که گفتیم در واقع در زبرنامه ما یه سری صفات داریم که مشترک هستش بین انواع زیرنوعاش و اینجا ارث‌بری ما وراثت ساختاریه و نه رفتاری. وراثت رفتاری یعنی چی؟ ساختاری یعنی چی؟ متد مثلا شما تو شیع‌گرایی اگه یک کلاس در نظر میگیری، کلاس یه سری حالا مثلا وریبل واسش در نظر میگیری که همون صفاتش هست، مجموعه داده‌هاش هست، یه سری متد واسش در نظر میگیرید. متد جنبه‌های رفتاری آبجکت داره مدل میکنه دیگه که اون اینجا نداریم. اینجا فقط ما جنبه استاتیک رو داریم. کلا میگه جنبه رفتاری داریم. کلا تو بحث پایه‌داده چون فقط داریم به جنبه‌های ساختار داده‌ایش که جنبه‌های استاتیکش هست داریم نگاه می‌کنیم نداریمش. ولی مثلا شما اگه از UML استفاده کنید، از کلاس دیاگرام استفاده کنید، اونجا هم اینا رو میتونید نمایش بدید، هم جنبه‌های رفتاری میتونید توش نمایش بدید. جنبه‌های رفتاری هم میتونه به ارث بره. خب بعد این نکته دقت بکنید که اگر من چیزی به عنوان زیرنوع در نظر گرفتم، حداقل باید یه صفت خاص خودش رو داشته باشه. حداقل یه صفت خاص خودش رو داشته باشه. اگر این یه صفت خاص اصلا هیچی نداره، همه صفات و ایناش همینایی هست که تو این هست، خب این برای چی داره اصلا به عنوان موجودات خاص در نظر میگیرید؟ خب اونجا بود دیگه. چون الان عملا هر نمونه از این یه نمونه از این هم هست. چون یه نمونه از این هم هست، همه این صفات اینجا رو نمونهش داره. چون نمونه از این هم هست، یه سری صفات اضافه تر هم داره. ولی اگه صفات اضافه تر نداره، خب این مثلا چه ماهیتی داره؟ چه ضرورت داره من همین چیزی رو با من جدا در نظر بگیرم؟ اون همونجا بود دیگه. اگه ارتباطات خاص خودش رو داشت، بازم موضوعیت داره که من بیام به عنوان موجودات خاص در نظر بگیرم. دیگه؟ شده اگه مؤنثه مثلا چیزی نداشت ولی مذکره داشت، اون مؤنثه با مذکره فرق داره، مثلا چیکار مشکل نداره. شما یکیشو میگیرید، این میگه که سه صفات و ارتباطات خاص خودش داره، اون یکی دیگه رو خاص منظوره در نظر نمیگیرید. مهم نیستش که از یه سری از نمونه‌های کارمند یه تعدادشون یه سری صفات و ارتباطات خاص دارن. میشه مثلا خود کارمند و وقت صفت مؤنث مذکر بدن بزنیم؟ مشکل نداره. ببینید ما به بحث چیز طراحی اونجا خواهید دید که اگر من میخوام بدونم که بالاخره این جزء کدومی که از این هاست، یه مدل اینه که اینجا یه تایم تعریف کنم. بعد یه مدل دیگه هم برای تشخیص اینه که اگر یکی باشه که اینجا یه نمونه داشته باشه، خب معلومه که از جنس مؤنث، اونی که نداشته باشه خب مؤنث نیست دیگه. اینطوری هم میشه تشخیص داد. راهی دیگه هست. حالا بسته به شرایطش. اینا تو طراحی صحبت می‌کنیم. سوالی هست؟ خب
و اما این تخصیص اختصاصی کردنه، این تخصیصه میتونه کامل باشه، میتونه ناقص باشه. کامل و ناقص یعنی چی؟ که اینو با یه دو خطی میتونید نمایش بدید. یه دو خطی رو بعد هم انشاء بدید. کامل بودن یعنی که هر نمونه مثلا تو این یک تخصیص کامله، هر نمونه کارمند بالاخره یا مؤنثه یا مذکره. پس شما هر نمونه از این زبرنوع که در نظر بگیرید حداقل از یکی از انواع زیرنوع‌هاش هم هست. درسته؟ یعنی من کارمندی ندارم که یکی از اینا نباشه. حالا تو این مثال ببینید، من از کارمندام یه سری از کارمندام که برنامه‌ساز هستن میخوام یه سری اطلاعات اضافه تر در موردش نگه دارم. مثلا سطح مهارتش میخوام بدونم، زبان برنامه‌سازیش رو مثلا میخوام بدونم که اون بلد کد بزنه و چیزای دیگه. ولی یه سری کارمندا دیگه که برنامه‌ساز نیستن، اونا رو میگم مهم نیست، همون صفات که دارم باش کافیه. فقط در مورد برنامه‌سازا اطلاعات اضافه تر میخوام ثبت کنم. پس یک موجودیت خاص‌تر به اسم برنامه‌ساز در نظر میگیرم از نوع کارمند و اون صفات رو هم واسش میگذارم. اینجا هر نمونه کارمندی که بگیرید لزوما از این که نیستش که ممکنه که غیر برنامه‌ساز هم باشه. پس اینجا تخصیص ناقصه، کامل نیست. یعنی هر نمونهش لزوما توی زیرنوع‌ها نمونه یا یکی از زیرنوع‌ها لزوما نیستش. خب واضحه؟ همون مسئله‌ای بود که گفتم. بله، یعنی شما بگید من فقط مؤنث رو دارم، اون وقت میشه تخصیص ناقص میشه. و اما تخصیص میتونه مجزا باشه، میتونه همپوشا باشه. اینایی که دارم میگم بعداً رو طراحیمون خیلی موثره دیگه. همین که داره یه سری واقعیت در مورد محیط داره میگه، رو طراحی ما هم به تبعش تاثیرگذار هستش. فرق بین مجزا و همپوشا چیه؟ توی حالت مجزا هر نمونه از اینه که بگیریم حد اکثر میتونه تو یکی از اینا باشه، تو یکی از زیرنوع‌هاش نمونه باشه. یه کارمند میتونه فقط یا مؤنث باشه یا مذکر میتونه باشه. خب اگر که این کامل باشه هر نمونهشو بگین اون حد اکثر تبدیل میشه به یک. یعنی که هر نمونه از این قطعا تو یکی از اینا فقط زیرنوع است، فقط تو یکیش اگر کامل باشه. اگر ناقص باشه میگیم حد اکثر تو یکی، یا تو هیچ کدومش یا حد اکثر توی یکی از اینا میتونه نمونه باشه. تو حالت همپوشا در واقع نمونه‌های این با نمونه‌های این با نمونه‌های دیگه مربوط به زیرنوع‌ها میتونن با هم دیگه اورلپ داشته باشن. یعنی من میتونم یه برنامه‌سازی داشته باشم که هم سیستم نویس باشه و هم اپلیکیشن نویس باشه. یعنی یه نمونه از این موجودیته هم نمونه از این باشه هم نمونه از این باشه. طبیعیه دیگه میتونه اتفاق بیفته. خب پس با این اوصاف ما 4 تا حالت داریم. یکی این که تخصیص کامل و مجزا باشه که این شکلی نشونش میدیم. مثل چی؟ همین مثال اینجا دیگه. اینجا یک تخصیص کامل و مجزاست. شما کامل بودن نبودن و این مجزا بودن یا نبودن اگه تو نمودار نذارید یه سری اطلاعات رو حذف کرده از نمودار. غلط نیستش، ولی این شکلی شما اطلاعات بیشتری دارید میدید. خب حالت دوم ناقص باشه و مجزا. مثل چی؟ ناقص و مجزا مثل همون کارمند و برنامه سازه. یا اینو به قول شما میگید که یکیشو حذف کرده باشه. این کارمند و برنامه سازه هم ناقص بود هم حالا مجزا. چون یه دونه خود مجزا بودنش میشه مثالای دیگه هم گفتش. یه حالت هم که کامل و همپوشا هستش. مثل چی؟ یه مثال بزنید. فرض کنیم که برنامه‌سازا فراتر از اینا نیست. یعنی برنامه‌ساز فقط میتونه اپلیکیشن نویس باشه و سیستم نویس باشه. فراتر از این هم گونه دیگه ای نداشته باشه. اون وقت میشه کامل و همپوشا.
برنامه نویس یا برنامه ساز، اوورلپینگ، اپلیکیشن نویس باشه یا سیستم نویس میگیم، سیستم نویس چه باشه دیگه. خب و اما آخریه مجزا و اوورلپینگ. مثلا اگه شما همینو یه خورده کاملتر بکنید، من یه مؤسسه‌ای دارم که بستگی به محیط فرق میکنه دیگه. مؤسسه‌ای دارم که یه سری اپلیکیشن موبایلی هم می‌نویسه. خب من یه عده دارم که اگر کامل می‌خواستم بذارمش مثل این شکلی میشد. اپ موبایل نویس مثلا. ولی در مورد این هیچ اطلاع اضافه نمیخوام نگه دارم، مثلا اینو حذفش میکنم، این تخصیص میشود ناقص و اوورلپینگ. درست شد؟ خب سوالی هست؟ نیست. بله. اوورلپ داشته باشه چجوری مثلا مشخص می‌کنید که مثلا یه دونه موجودیت همین دوتاش میتونه باشه در واقع؟ بله. چجوری مشخص می‌کنید؟ این بحث طراحیه. چند تا راه مختلف داریم. مثلا شما میتونید که یه رشته بیتی واسش در نظر بگیرید که تو طراحی بعداً بهتون میگم. تو این رشته بیتیه حالا مثلا حتی اگه 3 تا هم بود، بیت اولش اگه 1 باشه یعنی از این نوع، بیت دومش اگه 1 باشه از اینه، بیت سومش اصلا این نشون میده که از اینو اینه ولی از این نیستش. راه خیلی سادهش میشه. سوال دیگه؟ خب و اما شبیه مثالی که ما اینجا داریم در مورد انواع دانشجویان، ما میتونیم یه در واقع سلسله مراتب داشته باشیم، یعنی خود زیرنو دوباره خودش زیرنوهایی داشته باشد و این هیچ محدودیتی روی اندازه این درخت تخصیص نیستش. خب و اما مسئله وراثت چنگانه. تو بحث شیع‌گرایی مفهوم مالتی اینهریتنس رو باید یا مالتیپل اینهریتنس رو باید شنیده باشید اگر بحث شیع‌گرایی آشنا باشید. اینه که ما ممکنه که یه موجودیتی داشته باشیم که از چند تا موجودیت دیگه صفاتی رو به ارث ببره. یه بچه هم از پدرش و هم از مادرش یه سری چیزا رو به ارث میبره دیگه. این رو هم میتونه تو مدل یار داشته باشه، یعنی من میتونم یه موجودیتی داشته باشم که هم زیر نوع دانشجو مثلا اینجا و هم زیر نوع کارمنده. دانشجوهایی که کارمندم هستن یا کارمندایی که دانشجو هم هستن، به قولی چیزی که تو محیط دانشگاه داریمش دیگه طبیعی. ممکنه در مورد اینا من بخوام یه سری اطلاعات اضافه تر داشته باشم که لازم باشه اینا رو جداگانه توی مدل خودم نشون بدم و اون صفات اضافه ترم براشون نگه دارم. اگر این اطلاعات اضافه تر درماش نخوام که اصولا نباید، لزومی نداره همین چیز جدا در نظر بگیرم. تمام میشه. خب چون این هر نمونه از این یک دانشجوه، یک نمونه دانشجو هم به حساب میاد، پس این صفات رو داره تو خودش، و هر نمونه از این یک کارمندم به حساب میاد، پس همه این صفات رو هم باید داشته باشه قاعدتا. اگه بخوام مجموع صفات این رو لیست بکنم میشه اجتماع صفات این موجودیت دانشجو و صفات موجودیت کارمند. طبیعیه که اگر که من تو این اجتماع گرفتن یه سری صفات مشترک داشته باشم، صفات مشترک یه بار بیشتر لحاظ نمی‌کنم. خب در مورد شناسه چی میشه؟ این یه شناسه شماره دانشجویی داره، اینم شناسه دومش کد ملیه. این یه شماره کارگزینی یا شماره کارمندی داره به عنوان شناسه دومش هم کد ملیه.
حالا این شناسش چی میشه؟ ببینید تو اینا هم حالا این نکته رو خوبه که اول تو اینا بگم یه جوره جا مونده. اینا شبیه موجودیت ضعیف از خودشون شناسه خاصی ندارن، چون هر نمونه از این یک نمونه از این به حساب میاد. این هم واسه خودش شناسه داره، مثلا کد، یه کد داره برای خودش، عملا داره شناسه اونو به ارث میبره دیگه. پس این هم واسه خودش شناسه داره، شناسهش همین شناسه موجودیت هستش که زبرنوع این به حساب میاد، شبیه موجودیت ضعیف. حالا اینجا من یه موجودیت زیرنوعی دارم که هم زیرنوع اینه و هم زیرنوع اینه. شناسه این چی میشه؟ از این طرف داره این شناسه رو به ارث میبره و این شناسه دومو، از این طرف داره این شناسه رو به ارث میبره و این شناسه دومو. آره؟ فرق داشته ناره یعنی چی؟ نفهم. ترکیبش نه ترکیبش ایراد داره. یه شناسه مشترکشون ممکن است کد ملی نباشه، حالا تو این کد ملی شناسه دوم مشترکشون بود. محو شدن اینا رو واسه طراحی بعد اون رو صحبت بکنیم. عملا جفتشو به ارث میاره، خب جفتشو داره، ولی فقط شما باید انتخاب کنید که کدوم شماره شناسه اگر لازم داشتید کدوم شناسه اصلیش باشه، که ما تو بحث طراحی صحبت میکنیم در موردش. اگه طوری طراحی کردید که لازم بود که اینو به عنوان توی جدول جدایی در نظر بگیرید، کلیداش جدا باشه الی آخر، یکی از این دو تا رو به عنوان شناسه اصلیش در نظر بگیرید، اونی دیگه مثل کد ملی میشه شناسه دوم یا سومش. اینکه کدوم اصلی در نظر بگیرید بستگی داره به اینکه تو محیطتون بیشتر بر اساس کدوم یکیش دارید ارجاع میکنید یا مراجعه میکنید به نمونه های این. اگه بیشتر اساس شماره دانشجوییه، شماره دانشجویی اصلیش در نظر بگیرید. اگه بیشتر اساس اون شماره کارگزینی، اونو به اون اصلی در نظر بگیرید. مثل زمانی که ما میگفتیم وقتی که بیش از یکی صفت شناسه داره، شما یکیش باید بگید اصلی، اونایی دیگه میشود ثانویه‌اش. اصلی رو گفتیم کدومش میگیریم؟ اونی که بیشتر ازش استفاده میشه. ایشونه یادشه شما رو پرسید در یادش میاد. واسه چی نمی‌باید مثلا اگه بخوام توی یه جدول دیگه ذخیره کنیم شماره دانشجو و شماره کارگزین ترکیب این دو تا رو شناسش بگیریم؟ چرا نمیشه؟ یه جواب اولیه بهتون اینجا میدم، ولی تو بحث طراحی بهش میرسیم. این نگاشتی که دوستتون میگفتن، یه نگاشته اگر شما دوتاشو با هم دیگه بگیرید یک نگاشته M به N میشه، در صورت اینجا رابطه یک به یکه. یعنی چی؟ شما میگید ترکیب شماره دانشجویی و شماره کارمندی. یه مدل اینه که جداگونه اینا رو با هم چیز کنم، کلید بگیرم. یه مدل هم شما میگید که من بیام ترکیب اینا رو داشته باشم، شماره دانشجویی و شماره کارمندی. خب دانشجوی 92-101، شماره کارمندیش 75-342. توی این مدل آیا من میتونم چنین چیزی رو هم ثبت کنم توی این جدوله؟ میشه؟ چرا در واقع نه؟ نه، من بحث این طراحیه، این طراحی الان این یونیک باید باشه دیگه، شناساس یونیک باید باشه. الان سطر دوم یونیک نیست، تکرار شده. پس من چنین چیزی رو نمیتونم تو این درج بکنم.
یعنی این ارتباط کاملا 1 به 1 میشه اینجا اگه این مدلی پیش برید. هر یه دانشجو یه شماره کارمندی بیشتر نمیتونه بگیره. درست شد؟ ولی اینجا چی؟ 92 101 75 342 ترکیب یونیک. 92 101 76 311 ترکیب یونیک، پس میتونه درج بشه. این با سمنتیک محیط سازگار نیستش. ما تو محیط گفتیم که هر یه دانشجو حالا یه کارمند به حساب میاد، نمیتونیم یه دانشجو دو تا کارمند در نظر بگیریم که دو تا کد بهش بدیم. اینجا هر یه دانشجو که کارمنده از یه طرفی دانشجوه، از یه طرفی یه کارمنده. دو تا کارمند که نیستش که. بفرمایید. گفتیم که الان کد ملی برای دادگاه یه بار ذخیره می‌کنیم. کد ملی حالا میگم بحث ذخیره سازیشو بعدا ما صحبت بکنیم. خب ممکن طوری پیاده‌سازی بکنیم که 2 بار ذخیره بشه. ممکن طوری پیاده‌سازی بکنیم، طراحی و پیاده‌سازی بکنیم که یه بار بیشتر لازم نباشه ذخیره بشه. این بستگی به نحوه طراحی پیاده‌سازی داره. الان دیدیم که میگین این دانشجو بخواد 50 کارمند باشه، بعد با اون یه جایی باید کد کارمندی واسه شماره کارمندیشه، باید صفت چند چیزی بذاری، شماره تلفن بذاری. فرض کنیم من میخوام جوری تعریف کنم که دانشجو بتونه چند تا کار کنه. بعد اونجا اون شماره کارمندیشو چندانه بذارم. شماره کارمندیشو نه دیگه، این از این حالت اینهریتنس در میاد، مثلا تبدیل میشه به یه رابطه. خب یه مدلش میتونه این باشه. بفرمایید. الان بعد همون مدلی داره ارث میبره، بعد حتما هم جفت شماره دانشجو و شماره کارمندی رو ذخیره بکنیم دیگه. در مورد همون ساختمان خب شماره دانشجو و شماره کارمندیش باید ذخیره بشه. ولی جدا صفت شناسه بشن، با هم صفت شناسه. با هم صفت شناسی نیست. بالاخره حالا بذار تو طراحی بیشتر رو اینا بحث بکنیم. شناسه اول میشه که شناسه دوم میشه. آره بعدن که در نظر میگیریم ما اونجا مثلا کلید میگیم، کلید اصلی چی باشه. اما مثلا اینجا که 2 تا شناسه هستن، یکیش به عنوان کلید اصلی در نظر میگیریم، اون یکی دیگه رو مثلا با یه امکان یونیک بودن توی SQL هندلش میکنیم. توی دیار ما نمیگیم کدوم اصلی، این تعیین نمیکنیم. توی آره این فقط چون از اینا به ارث میبره، جفت اینا رو به ارث میبره. حالا کدوم یکیشو من اصلی در نظر میگیرم توی مدل نشون نمیده. سوال دیگه هست؟